بسم الله الرحمن الرحیم و سلام خدمت دوستای بسیار عزیزم تو یوتیوب. امیدوارم که حالتون خوب باشه. آماده شنیدن آیه امروز باشیم انشالله. آیه 28 سوره بقره رو با هم دیگه میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کیف تکفرون بالله، چگونه به خدا کافر میشوید، و کنتم امواتا و احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چگونه به خدا کافر میشوید در صورتی که شما مردگان بودید، پس شما را زنده کرد، سپس شما را میمیراند و سپس دوباره زنده میکند، سپس به سوی او باز میگردید. این آیه زیبایی هستش. تنها جایی که نیستش، جایی است که خدا در مورد کفر خودش میگه کیف تکفرون بالله، چگونه به خدا کافر میشوید. نمیگه چگونه خدا رو انکار میکنید، چون اصلا با کسی که خدا رو انکار میکنه حرفی نداره. خیلی جالبه، قرآن از اول تا آخرش با کسی که خدا رو انکار میکنه حرفی نداره. هیچ استدلالی در مورد اینکه من هستم بیان نمیکنه. در مورد اینکه اهل کفریم ما، یعنی خدا رو نادیده میگیریم تو زندگیمون. خدا میگه تو که میدونی من هستم، یعنی اصلا هیچ موجودی تو عالم از نظر خدا نباید بگه وجود نداره. خدا میگه تو میدونی من هستم ولی من رو نمیبینی. کیف تکفرون بالله، منو میپوشونی. کیف تکفرون بالله و انتم امواتن، شما نبودید، مرده بودید. و کنتم امواتن، شما مرده بودید، شما هیچی بودید، شما خاک بودید، شما اصلا کلا نبودید. نگاه کنید، مثلا شما یه سال تولدی داشتید، شما قبل از اون سال تولد اصلا نبود. ما اصلا قبل از اون سال تولد نبودم. یعنی من سال 62 که به دنیا آمدم، قبل از اون اصلا نبودم، اصلا نیستم. اصلا نبودن رو توی من میتونی بگی آقا سال 62 تو نبودی، سال مثلا 57 تو نبودی، سال مثلا 1320 تو نبودی، هزاران سال قبلش تو نبودی. آره منم نبودم، حرفی هم برای گفتن ندارم. من نبودم، اصلا آثاری از من تو عالم نبود، چون واقعا نبودم. من الان هستم و از خودم آثار به جا میذارم. من الان هستم، مثلا همسر دارم، زندگی دارم، فلان دارم، بسیار دارم. اینا من بودن من هستش. الان این کارو دارم انجام میدم، معلم هستم، دارم. من این الان که هستم آثار دارم و یه زمانی نبودم و هیچ آثاری هم تو عالم نداشتم. و کنتم امواتن، تو اصلا ما مرده بودیم، ما هیچ آثاری تو عالم نداشتیم. ولی شما هیچ زمانی رو توی تاریخ عالم نمیتونی پیدا کنی میگی نه اینجا خدا نبوده، همیشه بوده. و کنتم امواتن، تو نبودی، تو مرده بودی، من که بودم که. و احیاکم، بس زنده شدید. الان ما در حال زندگی کردن هستیم. حالا این چند سالی که ما فرصت داده زنده میکنیم و زنده هستیم و زندگی میکنیم و زنده بودن خودمون رو به رخ عالم داریم میکشیم. هر کس به طریقی داره زنده بودن خودش به رخ عالم میکشه. یه نفر میره که مثلا مدال المپیک به دست بیاره، یکی میره درس میخونه، پزشک میشه. خود زنده بودنش رو به رخ عالم داره میکشه. من هستم و دارم زندگی میکنم. فاحیاکم ثم یمیتکم، بعد میمیریم. خب خدا میگه تو نبودی، هیچ آثاری تو عالم نداشتی، فاحیاکم، و الان هستی، داری زندگی میکنی و زنده بودن تو همه میبینن که آقا هستی، وجود داری، تو به رخ عالم داری کشیده میشی. ثم یمیتکم، بعد میمیری، تموم میشی و دیگه از عالم کنار گذاشته میشی. ما یک روزی از عالم کنار گذاشته میشیم. 1000 سال دیگه اصلا در مورد ما حرفی زده نمیشه. یه متنی توی اینستاگرام خوندم خیلی جالب بود، میگفتش که مثلا 5 میلیارد سال دیگه کسایی ممکن رو زمین زندگی کنن که بگن وجود انسان‌های روی زمین افسانه بوده. حالا ما کاری به مسائل مذهبی نداریم، ولی یه لحظه با این ارتباطات برقرار کنه میگه آره امکان پذیر هستش همچین اتفاقی بخواد بیفته. یا کسایی که دوست سیاره‌های دیگه زندگی میکنن میتونن بگن که اصلا وجود انسان رو زمین افسانه است، ولی نمیتونن بگن وجود خدا تو عالم افسانه هستش. ماها یه زمانی میمیریم و هیچ آثاری دیگه از ما توی عالم باقی نمیمونه. من اینکه حالا بگذاریم، حالا مثلا شما جمشید رو نگاه کنید، هیتلر رو نگاه کنید، اینا بودن ولی الان دیگه نیستن. الان شما تو خیابون داد بزنید فوشم به هیتلر بدید توی آلمان، کسی به شما چیزی نگه، چون دیگه نیستن، وجود ندارن. و کنتم امواتا و احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دوباره همون زنده میشیم. میگه همونقدر که نبودن تو قطعیت داره،
همونطور که زندگی تو الان قطعیت داره و همونطور که مردن تو قطعیت داره، تو زنده شدن دوباره هم همونجوری قطعیت داره. پس این 4 تا مرحله قطعیت مطلق داره از نظر خدا. 3 تاش از نظر ما قطعیت داره، اما 4میش از نظر خدا قطعیت داره. میگه همونطوری تو رو زنده میکنم، نبودی، هستی، میمیری، ثم یحییکم، زندت میکنم، من همه تون رو زنده میکنم و ثم الیه ترجعون، بعد از اینکه زنده شدید میای پیش من. بعد اونجا ببینم خیلی واجه است، اونجا اصلا خیلی در محضر خدا حاضر شدن رو بهش میگن عذاب عظیم. عذابی به حضور انسان در مقابل خدا نمیرسه. انسان میاد پیش خدا با بار گناهانش، میاد پیش خدا. شما فرض کنید یه گناهی رو داریم انجام میدیم، مثلا فرض کنیم بالا سرمون پدرمون داره ما رو میبینه در حین انجام اون گناه. خب این خیلی وحشتناک هستش. در حین انجام گناه کبیره بابامون بالا سرمون هستش. ثم الیه ترجعون، یعنی برمیگردیم اونجا، اون لحظه خدا بالا سرت هستش، اون عمل داری انجام میدی فیس تو فیس خدا. اونجا خیلی بده، اونجا عذاب عظیمه. این عذاب‌های دنیا در مقابل اون عذاب هیچی نیستش. آدم حاضر 1000 مدل کار انجام بده ولی آبروش نره. و اونجا میبینی که آبروش رفته، آبروش در مقابل پروردگار هستی رفته. اون خیلی بده. من یه بار دیگه میخونم: کیف تکفرون بالله، چگونه به خدا کافر، چجوری خدا رو نمیبینی، در صورتی که آخر آیه میگه که چی؟ ثم الیه ترجعون، برمیگردی به سمت خدا. همه عملهای ما به سمت خدا داره برمیگرده. هر عملی که من دارم انجام میدم به سمت خدا داره برمیگرده. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، تو مرده بودی، ما مرده بودیم. و کنتم امواتا فاحیاکم، بعد زنده شدی. ثم یمیتکم، بعد میمیریم. ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، برمیگردیم به سمت خودش. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. من برای شما دعا میکنم انشالله همون هدایت بشیم به سوی راه راست. وقتی که زنده شدیم به سمت خدا رفتیم، شرمنده خدا نباشیم، رو سیاه نباشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام واسه من دعا کنید و عجل فرجا. خدا نگهدارتون باشه تا انشالله یه روز دیگه با یه آیه دیگه.